سلام و درودی به پایان با همه شما مخلصان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتیم. از همه موضوع سرخواننده ترین در رسانه‌های اطلاعاتی این همون جنجال نوبتی مسی است. مسی از همین کوروش با قول نموند. میدونید این نوبت مسی با کی جنجال کرده است؟ با مربی آمادگی جسمانی منتخب بولیویا. این در حال است که بعد خاتمه افتن بازی میان این منتخب‌ها فوتبال بازان آرژانتین و بولیویا یک کم با قول گپ‌هایشان گریخت. در نواری به ما رسیده دیده می شود که سروان منتخب آرژانتین چه خیلی با مربی آمادگی جسمانی دسته حریف جنجال برپا می‌نماید. از این نوار دیدن نمی شود که مسی چی گفت، ولی در تکه با پایگاه اطلاعاتی آل لیونل مسی با او گفته است که تو رو چی بلا زد ای مردی تو سر، برای چی طرف من داد میزنی، گم شو و با من کاردار نشو، گفته است مسی. مقایسه نوبتی رونالدو و مسی از جانب دروازه‌بان مشهور دسته ریال تیبو کورتوا. گمانم کدام ژورنالیست باز به او سوال داده است که رونالدو زور است یا مسی. خلاص تیبو کورتوا این سخنان را در این مورد گفت: من فکر میکنم که آنها هر دو از این سیاره نیستند. با فکر من رونالدو اتلتی واقعی است که با قوه و سرعت دویدن از همه تفاوت دارد. او در اجرای ضربه ها با سر فوق‌العاده است و زود با موقع آزاد رفتنش همه را حیران میسازد. این با مسی هم تعلق دارد. او اندک با استعدادتر است. او قادر است که غیر انتظار به حمله گذارد و در 2 متر کوادراتی 4 محافظ را در پس خود گذارد. اما آنها را مقایسه کردن لازم نیست. من گفتن نمیتونم که کدام از آنها بهترین فوتبال باز است. افتخار میکنم که ضد آنها بازی کردم و البته که هر دویشون به من گل زدند، گفته است تیبو کورتوا. این دروازه‌بان هیچگاه گل‌هایی را که مسی از میان پایهایش روان کرده است فراموش نخواهد کرد. در روسیه از همه ترانسفر قیمت در تابستان امساله این گزارش فوتبالباز برزیلی مارکوس وندل از دسته اسپورتینگ به دسته زنیت سنت پتربورگ است. گفته می شود که فوتبالباز مذکور با نرخ 20 میلیون یورو از پرتغال به سنت پتربورگ آمد. این فوتبالباز در موسم گذشته در 28 بازی چمپیونات پرتغال اشتراک کرده در خزینه خود 3 گل و 3 پرتافت گل‌آور دارد. وندل در نشست مطبوعاتی گفته است که اینجا کم ترک اقلیم از پرتغال فرق میکند. اینجا نسبت به پرتغال خنک‌تر است. وقتی از فرودگاه بیرون آمدم هوا خیلی سرد بود و به خود گفتم اوف خنکی، این جای بدی ندارد، من زود عادت خواهم کرد، گفته است وندل. از باران گریخته در برف زدیم گوی. سامانه مشهور ترانسفرمارکت رده‌بندی گران ارزش‌ترین فوتبالبازان آسیا را ترتیب داد. در برابر کشورهای دیگر اعضای این قاره ارزش ترانسفری فوتبالبازان منتخب تاجیکستان نیز مورد آموزش قرار گرفتند. تحلیلان نشان دادند که میان فوتبالبازان تاجیک نیم محافظتگر دسته لوکوموتیو پلاودیو بلغارستان پرویزجان عمرباєв با نرخ 600,000 یورو در جای یکم قرار دارد. یادآور می‌شویم که این سامانه سال گذشته ارزش پرویزجان را با 500,000 یورو برابر کرده بود. کریستیانو رونالدو بار دوم از کارانتین گریخت. آخرش همین بچه را از فوتبال سرنگون میکنند. کریستیانو رونالدو که 2 روز پیش به کرونا ویروس مبتلا شدنش رسانه‌ای گردید. شما الکی خبر دارید که قبلا نیز رونالدو از نشستن در کارانتین همراه بچه‌های یوونتوس سرکشی کرده بود و این نوبت در پرتغال این کار را تکرار کرد. این در حالی است که رونالدو 1 روز پیش به کرونا ویروس گرفتار شد و میبایست در پرتغال مدت 14 روز در کارانتین قرار میگرفت. امروز خبر رسید که رونالدو با خطسیر طبی الکی به تورین آمد. میدونید رونالدو برای چی به تورین آمد؟ روز 28 اکتبر دسته یوونتوس با بارسلونا بازی دارند. اگر رونالدو در پرتغال میموند پس مجبور بود که 14 روز در کارانتین بماند. در ایتالیا مهلت کارانتین را کم کردند. یعنی در ایتالیا مهلت کارانتین 14 روز نه و 10 روز است. از این رو او به ایتالیا آمد تا 10 روز در کارانتین قرار بگیرد و در واقع ضد مسی بازی نماید. این رونالدو از کرونا ویروس هم نمیترسیده است. باور دارد که نمیمیرد. از این رو به ایتالیا آمد. خبرهای اخیر رو فهمیدید؟ حاضر من گویم باور نمیکنید. دسته PSG خواستار آن است که ریال مادرید کورتوا رو بر عوض امباپه بدهد. یعنی بارتر کورتوا با PSG، امباپه با ریال. یگان خیلی پول زیادی بالای یگان بازیگر جمع نمیکنند. این رو یک ژورنالیست با نام ادواردو ایندا در افیر ال چرینگیتو رسانه‌ای کرد. قبلا دسته ریال با این بازیگر 100 میلیون یورو پیشنهاد کرده بود که پاریژیا با این نرخ پیشخند زده بودند. اکنون خود
پاریژا گفتند که امباپه رو میدیم، کورتوا رو بدید. نخود که PSG بهترین فوتبالبازش رو با دروازه‌بان عوض نماید. الخلیفی دگ ستوره‌بیریان رو چپه کردن است، مزه نکرد. با همین تمام، تا دیدار، خیر.